خانم دکتر چجوری بحث و دعوامون رو مدیریت کنیم؟ اول از همه این که سعی کنید خیلی با دقت به حرفای طرف مقابلتون گوش بدید و هی حرفشو قطع نکنید و قبل از اینکه اظهار نظری بکنید کاملا درک کرده باشید که اون آدم چی داره میگه و چه احساسی رو داره تجربه میکنه. دوم که اگر از اون آدم ناراحت شدین به هیچ وجه روتین های زندگیتون رو تغییر ندین. مثلا آقا بگه من دیگه خرج نمیدم چون قهرم، یا خانم بگه من دیگه کارهای خونه رو انجام نمیدم چون قهرم. سعی بکنید اون روتین زندگیتون رو حفظ بکنید در عین حال که ممکنه از هم دیگه ناراحت باشید. سوم که تو بحث و دعواهاتون به هیچ وجه راجع به خانواده همدیگه اظهار نظر نکنید، چون ممکنه مسئله بین شما حل بشه ولی اون زخم تا مدت‌ها اثرش باقی بمونه. و در آخر بهتون توصیه میکنم اگر با هم دیگه دعوا کردین یا مشکلی داشتید این پرونده رو جلو کس دیگه‌ای باز نکنید. راجبش با دوستاتون یا با خانواده‌تون صحبت نکنید و سعی کنید خودتون مشکل رو حل کنید. اگر نتونستید از یک زوج درمانگر کمک بگیرید.